در شهر کابل بمبگذار مرگ طلب بالای کاروان نظامیان خارجی حمله نمود. در نتیجه ترکیش کمش 3 سرباز خارجی به هلاکت رسیده، 8 ساکن ملکی پایتخت افغانستان مجروح شدند. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. در شهر اسلام آباد پاکستان دانشجویان بر مقابل به گفت آنها کشتار مردم آسایشته از طرف نیروهای حکومتی اعتراض کردند. به قول آنها هفته گذشته در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در ولایت شمال وزیرستان که در جواب به حمله های مرگ طلبانه راه اندازی شد، نزدیک به 70 فرد ملکی به قتل رسیدند. شرکت هوایی مسکوویای روسیه پروازها در خط سیر مسکو سرایوو پایتخت بوسنیا و هرزگوین را آغاز نمود. مقامات بوسنیا و هرزگوین باور دارند که رفت و آمد مستقیم به افزایش شماره سیاحان و ورزشکاران روس باعث خواهد شد. تخمیناً 30 سال پیش سرایوو میزبان بازی‌های زمستانه المپیک بود. در ولایت بادکند قرقیزستان که با ولایت سوغد تاجیکستان هم مرز است، کودکان یک مکتب خرد با بابای برفی ملاقات داشتند. کودکان دهه دوردست که در یک مکتب موقت تحصیل می‌کنند، از نام یک صاحب کارخانم محلی کتاب و تحفه‌های سالینوی دسترس نمودند.